اگه دنبال یک رابطه سالم با خودت و با دیگران، یعنی با همکارا، مشتریا، دوستا، خانواده و حتی شریک عاطفیت هستی، لطفاً به این ویدیو خوب توجه کن. یکی از مهارت‌های مهمی که ما یاد نگرفتیم، مهارت نگفتنه. نگفتن به چی؟ به کاری که به هر دلیلی نمیخوایم انجام بدیم و در قبالش مسئولیتی هم نداریم. یه موقعی هست من به یه نفر قولی دادم و در قبالش مسئولیت دارم، اون به کنار. ولی یه موقع هست یه نفر به من میگه که به هم پول قرض بده، این کار رو برای من انجام بده، این وقت رو برای من بذار، بیا اینجا، و من نمیخوام انجام بدم. متاسفانه ما نگفتن رو یاد نگرفتیم و از بچگی دیدیم که هر بار نگفتیم عواقب بدی داشته. مثلا دایی میگه یه بوس میدی و بعد تو بوس نمیدی، بعد دایی میگه که دیگه دوستت ندارم و ما یاد گرفتیم که نگفتن یعنی طرد شدن. و به این دلیل در بزرگسالی وقتی میخوایم نه بگیم خیلی برامون سخته. وقتی یاد میگیری نه بگی، داری به مهمترین شخص زندگیت احترام میذاری. و اون شخص کیه؟ خودتی. وقتی که به خودت احترام میذاری، آروم آروم یاد میگیری که به دیگران هم احترام بذاری و بقیه هم متوجه میشن که میشه به تو نگفت. و وقتی بقیه بهت نمیگن، به هم نمیریزی، رفتارهای عجیب غریب نداری و یک رابطه سالم میسازی. دیگه قرار نیست همیشه برای همدیگه نقش بازی کنیم و دروغ بگیم. آرمون آرست و نهمونم نه. و این نکته خیلی مهمیه. و چقدر زیباست که نه گفتن رو به صورت محترمانه بیان کنیم، نه اینکه نه رو توی صورت یه نفر پرت کنیم که اون شخص ناراحت بشه، دلخور بشه، چون نه شنیدن حس خوشایندی نداره. پس لطفاً مهارت نگفتن رو یاد بگیرید و تمرین کنید و یادتون باشه که اول باید برای خودتون احترام قائل باشید تا بتونید به درخواست دیگران نه بگید.